با درود و مهر خدمت دوستان هنرمند. این گوی صدا دهنده است که قرار بر اینه به صورت آبنما در 2 متر حدوداً ارتفاع نصب بشه. یعنی خود این گوی 2 متر در 2 متر باشه که صداش چی؟ بلندتر باشه. تکنیک این گوی بیرونیه، یعنی شما این انگشتونه ها رو اینجا میبینید که اصطلاح تولید صدا میکنه، ولی تو این سیستم بغلی که قبلا هم توضیح داده بودم خدمتتون، اینا سیستمش درونیه. این میاد سوار این یکی میشه، داخلشون هم آبه. بعد از زیر که آب با فشار بهش میخوره 2 صدا تولید میشه، خود فشار آب به اضافه این آبی که داخل این هست صدای دوم رو چی به ما میده. یعنی تو 2 حالت ما میتونیم این رو بسازیم. با آرزوی تندرستی برای همه شما دوستان عزیز، سپاسگزارم.